وقتتون بخیر. ما دیبیت سوم رو پیرامون نبود موجودیت قانونی سپاه پاسداران و نداشتن مشروعیت انقلابی سپاه پاسداران ارائه میدیم و این دیبیت برخلاف دیبیت های دیگه دیبیت طولانی خواهد بود، به خاطر اینکه من نظرات مبسوط خودم را درباره این مبارزه، لحظه کنونی که در آن قرار گرفتیم و برهه تاریخی که در آن هستیم در لوای این دیبیت ارائه خواهم داد. من مجبورم به خاطر اینکه مخاطبان من بایستی شواهدی غیر قابل انکار رو در دست داشته باشن، ورقهایی از این تاریخ رو بازخوانی بکنم. به همین خاطر قسمتی از این دیبیت ها به بازخوانی کردن و ابجکشن هایی که بر این مواردیات شده اختصاص خواهد داشت. اهمیت این دیبیت های آخذ در برافکندن و برکندن بنیان اشغالگران کورپوریشن یهود آنوسی است و مهمترین نهاد سرکوب و استیلاشان به نام سپاه باسترد نامشروع انقلابی و ناموجود قانونی پاسداران. امکان داره با این گفته روبرو بشیم که اکثر مردم ایران میدانند که سپاه پاسداران مشروعیت ندارد. این یک بزرگنمایی است، این یک خودفریبی بزرگ است. اگر ما برای ادعاهایی که می کنیم، در پس ادعاهایی که می کنیم، یک شواهد و ادله محکم داشته باشیم و خود به این باور رسیده باشیم که آنچه را مطرح می کنیم چیزی بر اساس حب و بغض نیست، بلکه بر اساس یک مکانیزم درست استدلالی عقلی است، اون وقت ما روی کردمان و رفتارمان به نسبت یک کورپوریشن آنوسی اشغالگر در این سرزمین تغییر خواهد کرد. نگاهی به یک نادان خانگی با نگاهی به یک اشغالگر بیرونی با هدف و نیت تجاوز و یغماگری بسیار فرق می کند. زندگی در تحت لوای یک نادان خانگی بسیار متفاوت‌تر است تا تحت سرکوب و تجاوز عامل خارجی، عامل نامشروع اشغالگر. این است که دو رویکرد بسیار متفاوت و دو احساس بسیار متفاوت و دو خو و رفتار متفاوت را در تقابل همدیگر برمیتابد و در ما شکل میدهد. به همین خاطر ما سعی میکنیم در آخذ کردوار سربخو این موارد رو به دقت بررسی بکنیم تا آن ایمان و باور را در پس شواهد محکم و متقن به مخاطبین خود و همچنین به خود فرماندهی این دستگاه نامشروع انقلابی و ناموجود قانونی اعلام بداریم. خب ما آغاز میکنیم. به خاطر اینکه ما قبل طرح این چیزی را که انقلاب نامیدند پارادایم شیفت گفته بودیم، یک مفهوم ملموستری برای ما داشته باشه و برای کسانی که در این حوزه زبانی تکلم میکنند داشته باشه، 57 گذار به جمهوری اسلامی است. شما با این مفهوم گذار آشنایید که از چند سال پیش توسط همین سپاه ناموجود قانونی و نامشروع انقلابی و عوامل و عناصرش مطرح شده به نام گذار به دموکراسی. آنچه 57 اتفاق افتاد گذار به جمهوری اسلامی بود. ببینید ریز و درشت کسانی که امروز چهره‌هایی هستند تریبون در اختیار
رسانه‌های رو به مردمان سرزمین ما همه در نفی و نهی انقلاب صحبت می کنند. در نفی و نهی انقلاب صحبت کردن و خاطرات 57 را مطرح کردن و 57 را انقلاب نامیدن، اینها رو به این نتیجه می رسونه که اینها احتیاج و نیازی به انقلاب دیگر ندارند، لذا گذار می کنند به دموکراسی. اینه که شما رویکردهای مختلف رو دیدید، از شورای گذار به دموکراسی شریعت مداری گرفته تا رویکردهای مختلفی چونان آشتی ملی و طرح رفراندوم قانون اساسی و تمام این چیزهایی که شیرازه حاکمیت از هم پاشیده نشود تا احیانا خلأ قدرت ایجاد نشود و لذا مردم ایران نمیخواهند بار دیگر تجربه انقلاب 57 را بکنند. آنچه در 57 اتفاق افتاد دقیقاً گذار به جمهوری اسلامی بود، نه انقلاب. ولی خب این بار چون شرایط فرق میکنه، اینها سعی میکنند که چیزی به نام گذار به دموکراسی بنامندش. خب به خاطر اینکه این رو بررسی بکنیم یا به گویی‌هایی رو که پیرامون قدرت آقای خمینی و احیانا جنبشی به نام جنبش اسلام سیاسی، اون هم از نوع شیعش، دستگاه روحانیت رو بررسی بکنیم، از منظر دیگری به داستان ورود میکنیم. من مقاله رو برای شما میخونم، قسمتهایش رو از انقلاب بدون جنبش بدون انقلاب، نگاهی تطبیقی به فعالیت‌های اسلامی در ایران و مصر، آقای آصف بیات، مجله گفتگو، شماره 29. خب مقاله اینگونه آغاز میشه. از اونجایی که من سعی دارم به آحاد کسانی که مثل منند این مسئله رو یادآوری بکنم که آنچه که ما گزارش میدهیم نه یافته های خود، بلکه حادثه است که در پس حدوث ما در زمان حاضر بر ما نازل شده است. دلیلش هم اینه که ما همیشه از یک مقطعی به تاریخ ورود میکنیم، از یک مقطعی در زندگی حضور پیدا میکنیم و سعی میکنیم مسیری را که تا حالا بوده است ادامه بدهیم. شخص من که امروز در سن 42 سالگی هستم، شاید 30 سال از زیباترین سالهای عمرم رو در پس غفلت و سردرگمی در شرایطی گذراندم که اکثریت ما گذرانده ایم. یعنی من هم در مسیری قرار گرفتم که قبلا طراحی شده بود، زندگی که ساختارمند شده بود، جوامعی که شکل دهی شده بود و مسائلی که به عنوان مسائل روز و مطرح جوامع بود. خب یک 20 سالی طول کشید که ما دنبال رو بودیم، بعد سرخورده شدیم، بعد سعی کردیم انتقاد بکنیم و بعد سعی کردیم که از این سرخوردگی به در بیاییم و جهان رو با نگاه پخته و اجتهادگرانه خود ببینیم. و اینجا بود که ما انقطاع کردیم از برساخته هایی که برای من ساختند و از نو آغاز کردیم به بازشناسی آن گذر تاریخی که در طول عمر خود کرده ایم. خب سوال رو اینگونه طرح میکنن در قبل از مقاله، میگه که چرا ایران اواخر دهه 1970 با اقتصادی در حال رشد، طبقه متوسطی ثروتمند، نظام سیاسی سرکوبگر، توانایی نظامی عظیم و متحدان قدرتمند بین المللی با انقلاب اسلامی مواجه شد، در حالی که مصر اوائل دهه 1990 با متحدان بین المللی مشابه اما اقتصادی فقیرتر
طبقه متوسطی بزرگ ولی فقیر و نظام سیاسی لیبرالتر نتوانست از احیا و رشد یک جنبش اسلامی پا فراتر نهد. این سؤال چه چیزی را در مورد ماهیت اسلامگرایی در دو کشور بیان می کند؟ مسلماً تقلیل تفاوت‌های این دو مسیر به تفاوت‌های شیعه و سنی موجب غفلت از پیچیدگی‌های این حرکت‌ها و حذف عوامل عمده تاریخی می‌گردد. این سؤال ما را وادار می‌کند تا به طور مقایسه‌ای طرح‌ها و ویژگی‌های فعالیت‌های اسلامی را در ایران و مصر در بین سال‌های 1960 تا 1980 مورد بررسی قرار دهیم. این یک مقاله درازدامن، من فراسایی از این مقاله رو که میتونه کمک بکنه به دیبیتمون انتخاب کردم و براتون میخونم و در موردش صحبت میکنیم. حالا تبیین انقلاب اسلامی. آقای آصف بیات اینجا اشاره میکنه به اکثریت نگاه هایی که از منظر کسانی در مورد این گذار به جمهوری اسلامی به نام انقلاب طرح شده است. بعد ما با بررسی هایی که آقای آصف بیات میکنه پی میبریم نگاهی که ما در مورد گذار به جمهوری اسلامی داریم نه محصول درک و دریافت خود، بلکه محصول شنیده هایی است که سرمنشأ هایی دارد که این صحبت ها رو در ذهن ما نهادینه کردن. میگه که دیدگاه غالب در تحقیقات دانشگاهی انقلاب ایران، میگه که دیدگاه غالب در تحقیقات دانشگاهی انقلاب ایران را حاصل یک فرایند ایدئولوژیک، یعنی انقلاب ایران را حاصل یک فرایند ایدئولوژیک و نقطه اوج جنبش اسلامی دراز مدتی می‌دانند که از اواخر دهه 1960 بروز کرده است. این تمام تحلیلیه که مردمان سرزمین ما تکرار می‌کنند. یک جنبش بنیادگرای اسلام سیاسی قوام یافته که فرازش به 57 میرسه و مسائلی رو که پیرامونش طرح میکنن. بیات هم همین رو داره میگه که نگاه غالب اینه در دانشگاه ها. حمید دباشی حالا نمونه هاش رو ارائه میده. حمید دباشی در کتاب در خور توجهش به این نتیجه میرسد که در جامعه عمیقاً مذهبی ایران اسلامگراها از سالها قبل خود را برای به دست گرفتن قدرت آماده می کردند. آنان از طریق مساجد، حوزه ها، مراسم عزاداری ها، وعظ و خطابه و تبلیغات به سربازگیری، سازماندهی آموزش بسیج نیروهایشان می پرداختند تا در صورتی که شرایط داخلی و بین المللی اقتضا کند قدرت را به دست گیرند. منصور معدل نیز ظهور گفتمان اسلامی را در دوره خاص 1953 به نقطه اوج آن در انقلاب اسلامی ربط می دهد. در حالی که معدل و دباشی توجهشان را بر عوامل داخلی متمرکز کردند، آنتونی پارسونز و نیکی کدی و دیگران احیای اسلامگرایی را نوعی اظهار وجود هویت اسلامی در مقابل رخنه و نفوذ سیاسی و فرهنگی غرب تلقی کردند. خب حالا ما با دیدگاه‌های غالبی برمیخوریم. دیدگاه‌های غالبی که ذهنیت‌های ما رو ساخته. میگه این انقلاب بود، یک جنبش قوامدار اسلامی در اینجا حاکم بود. یکی برمیگرده به عوامل داخلی، یکی برمیگرده در باز تعریف کردن هویت خود
و سرخوردگی از واپسماندگی و عقبماندگی خود در مقابل جهان برتر و دنیای غرب. خب تمام برداشت‌های ما خروجی این گونه اندیشه ها و کارهای به اصطلاح محققان دانشگاهی حقوق بگیر است که ذهنیت ما را برساختند و ما ناگهان از انقلاب 57 آغاز می کنیم، از یک انقلابی که مردمی کرده اند، یک مردم مذهبی، یک مردم سنتگرا، یک مردمی که طرفداری می کنند یک آخوند شیعه مرجع تقلید را به نام روح الله الموسوی الخمینی. ما با این دیتاها ورود می کنیم به زندگی و با این ادامه میدیم بدون آغاز کردن هیچ پرسشگری. میگند از آقای تروتسکی پرسیدن شما کپیتال رو خوندی؟ کتاب کپیتال مارکس رو خوندی؟ آقای تروتسکی گفتن که رفیق لنین خوانده. ما اکثرا فکر میکنیم که رفیق لنین خوانده، مثلا آقای پارسونز، چون اسمش آقای پارسونزه بهتر میتونه در مورد زندگی ما گزارش بده. خب ما همینطوری نظراتی رو که طرح شده و ذهنیت‌های ما رو برساخته و اینها رو تبدیل به یک امر طبیعی، بدیهی و در خور توجه ما کرده بررسی می‌کنیم از طریق آقای آصف بیات. به نظر پارسونز تفاوت انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌ها در آن بود که اکثریت جمعیت شیعه مذهب ایران می‌دانستند که چه چیز نمی‌خواهند، یعنی تداوم حاکمیت پهلوی را نمی‌خواهند، و چه چیز می‌خواهند، دولتی تحت کنترل و رهبری مذهبی، یعنی همان رهبری تاریخی سنت مذهبی ایران. به نظر کدی دو عامل دیگر هم نقش داشتند، یکی پیوند روبرو شدن بین سکولاریسم و تسلط غرب و دیگری وجود یک دولت متحد با قدرت‌های غربی. خب ما اینجا دیدیم اون حرفایی رو که بارها ما شنیدیم از زبان اپوزیسیون، حرفای پارسونزه. میگه که مردم میدونستن چی نمیخوان اما نمیدونستن چی میخوان. خب اینها حرفایی که برای شما برساخته میشه، به خورد شماها داده میشه. میگوین انقلاب رخ میدهد، رویدادها رخ میدهد و بعد از این که رخ داده اند تأویل و تفسیر میشوند. البته که در راستای مانایی اینها تأویل و تفسیر میشوند. خب ادامه میدیم. دیگران انقلاب را بر اساس فرو ریختن نظم اجتماعی سنتی به واسطه جابجایی اجتماعی و آشفتگی در هنجارها توجیه کردند. مثلا ارجمند انقلاب را ناشی از دگرگونی‌های اجتماعی سیاسی می‌داند که دولت آغازگر آن بوده است و او بر آن است که دولت چون نتوانست این گروه‌های جابجا شده و فاقد جهتگیری را در ساختار خود مستحیل کند، آنان را به سمتی سوق داد که در عمل به صورت بازوان روحانیت شیعه درآمدند. روحانیتی که از دهه 1960 آماده بسیج و سازماندهی همین نیروها بود. جنبش اسلامی به صورت یک جنبش منسجم رقیب عمل کرد که به نیروهای فاقد جهتگیری نوید جامعی اخلاقی و روحانی میداد. به عقیده ارجمند آنچه در سال 57 اتفاق افتاد عبارت بود از مقدور ساختن بروز یک انقلاب اسلامی با هدف ایجاد یک حکومت دینی.
با این حال دیگر محققان بر مؤلفه های دیگری چون عوامل ساختاری، منافع طبقاتی تأکید کرده اند. یوراند ابراهامیان، فرد هالیدی، محسن میلانی و کدی در آثار اخیرش از جمله کسانی هستند که تضاد بین تحولات اجتماعی، اقتصادی و دیکتاتوری سیاسی را به عنوان منشأ اصلی مناقشه ها معرفی می نمایند و طبقات اجتماعی را دارای بزرگترین نقش در انقلاب می دانند. علاوه بر این، پارسا میثاق بر نقش دولت تأکید زیادی دارد. دخالت بسیار زیاد دولت در فرایند انباشت سرمایه نقش واسطگی بازار را تضعیف کرد و در نتیجه دولت به طور مستقیم آماج مناقشه ها و مخالفت ها قرار گرفت. این لاطائلات زبان متدیک دانشگاهی خروجیش در عوام این میشه: جامعه سنتی بود، شاه دیکتاتور بود، مستبد بود، مردم نمیدونستن چی نمیخوان، نمیدونستن چی میخوان، قیام کردن. خروجیش اینه و در نتیجه ما نتیجه میگیریم تمام این حرفایی که مردم عوام زدن مساوی میشود با چه؟ با انقلاب 57، یعنی گذار به جمهوری اسلامی. در این نکته هم شک ندارم که این محققان در مجموع روشنگری های پرارزشی را درباره پیچیدگی های انقلاب اسلامی انجام دادند، اما لازم است که در اینجا به دو مسئله اشاره کنم. نخست آنکه این محققان به رغم اختلاف نظرهایشان نقش اغراق آمیزی را برای یک جنبش قدرتمند اسلامی مفروض قائل شدند. جنبشی که گفته می شود از دهه 70 یا حتی بیشتر آغاز شده بود و سرانجام انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند. خب آصف باید میگه اینا دارن اغراق میکنن، راست نمیگه. این یکی از فرضیاتی است. پس شما دارید با یک سری پیشفرض حرف میزنید. فرض بر اینه که این انقلاب بوده. خب این میگه که این یکی از اون فرضیاتی است که من در این مقاله آن را مورد تردید قرار خواهم داد. دوم، این که مدل‌های مفروض به تنهایی فقط عوامل عمده نارضایتی و بسیج مردمی را توجیه می نمایند، نه انقلاب اسلامی را. خب این یعنی چه؟ یعنی این که شما وقتی یک کاری میکنی زندگی رو بر مردم تلخ میکنی، مردم احساس خوبی ندارن، گرسنند، خدمات خوبی ندارند، شرایط اجتماعیشون خوب نیست، شرایط اقتصادیشون بسیار بده، تو ایجاد نارضایتی کردی. اما نارضایتی در بهترین حالت می شود ازش استفاده کرد. یعنی می شود آدم های ناراضی را به خیابان کشید، ازشون استفاده های ابزاری کرد و اینها رو رها کرد که به خانه های خود برگردن بعد از صدماتی که به اونها میزنی تا نیت سیاسی تو حاصل بشه. عملا جمعیت ناراضی تبدیل میشوند به بهترین بازوهای سیاست های عوامگرایانه و پوپولیستانه. هر سیاستمداری میتواند از فقر مردم، از گرسنگی مردم، از تجاوز به مردم، از نبود خدمات به مردم و خدمات شایسته به مردم استفاده بکند و این رو در راستای رأیگیری یا هر نیت دیگر سیاسی خود به کار بگیرد. به همین خاطر اکثریت این نوع از نارضایتی ها در جوامع غالب بشری موجود است. فقر، گرسنگی، بیکاری، جنایت، تجاوز، فساد حاکم است بر تمام این دولت ها در جهان. خب آقای آصف بیات میگه که اصلا گیرم شما راست میگید این چیزها رو. این یک نارضایتی مردمی میسازه و در بهترین حالت یک بسیج عمومی، اما
منتهی به انقلاب اسلامی نمی شود. خب حالا بررسی میکنم. تازه پس از آن این نکته باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه یک بسیج و جنبش گسترده به انقلاب انجامید. در حقیقت همانطور که هنری مونسون استدلال می کند، بسیاری از عوامل برشمرده شده توسط محققان مزبور، نارضایتی از تسلط بیگانگان، حکومت اقتدارگرایانه، گسستن از ارزش‌های سنتی، آشفتگی اجتماعی، پسرفت اقتصادی، نابرابری اجتماعی و دخالت دولت در بسیاری از کشورهای دیگر خاورمیانه هم وجود دارد و وجود داشته، اما منجر به انقلاب نشدند. مثلا در مصر اسنو و مارشال امپریالیزم فرهنگی و جهانی شدن را مثلا در مصر اسنو و مارشال امپریالیزم فرهنگی و جهانی شدن را عامل رشد جنبش اسلامی می‌دانند. به همان ترتیب برگارت و دوئل اسلامگرایی در مصر و شمال آفریقا را مرحله سوم حرکت ضد استعماری، استقلال فرهنگی و گفتاری بعد از استقلال سیاسی و اقتصادی می‌دانند. در همین حال سعدالدین ابراهیم و کمابیش ژیل کوپل توجهشان را روی عواملی چون بحران ملی که در تفوق پذیری خارجی چون شکست در جنگ 1967 با اسرائیل خود را نشان داد. خب حالا آقای آصف اینها رو برمیشموره که بالاخره به این خروجی میرسه که این هیچ کدوم از اینها نه درسته و نه عامل انقلاب میشود. من یک فراز دیگه از این مقاله میخونم خدمتون و بعد ورود میکنیم به کلیت داستان. من عذر میخوام، این تیکه رو من علامت گذاری کرده بودم، گم کردم، به هر دلیلی پاک شده. خب من برگردم این نکته ها رو بخونم. میگه که درباره موفقیت مدارس اسلامی در گسترش پیام‌های اسلامی و در نتیجه اسلام سیاسی محتاط باشیم. از سوی دیگر فرضی گسترده وجود دارد که مستضعفان از طریق نهادهای اسلامی همچون هیئت‌ها که جمعیت‌های موقت و قوم‌مدار بودند با روحانیون آشنا شدند و در نتیجه به انقلاب پیوستند. برخلاف این ادعا، در همان حالی که این هیئت‌ها شیعیان فقیر را گرد می آوردند، به سختی می شود باور کرد که آنها جایی برای بسیج سیاسی باشند که می گوید
کارکرد هیئت‌ها فقط به عزاداری محدود شده بود. تهیدستان شهری تنها درست قبل از انقلاب 57 زیر بیرق سیاسی علما رفتند. همین آقای آصف بیات کتابی داره به نام جنبش تهیدستان و اونجا به خوبی حوادث 57 رو بررسی میکنه، از یارگیری هایی که بعد از اعلام بی‌طرفی ارتش در محلاتی چون زورآباد و جورآباد و یافتاباد و خاکسفید و کسانی که برای تسخیر زمین‌ها، خانه‌ها سرازیر می‌شوند به هیئت‌هایی که جریانات به نام اسلامگرا و روحانیون در استفاده کردن از این طبقات بی امتیاز شهری استفاده می‌کنند و بعد اینها تبدیل می‌شوند به بازوهای خمینی و سپاه پاسداران. حالا آقای بیات این رو اونجا هم مطرح کرده و هر کسی که میخواد در این باره بخونه میتونه به اونجا مراجعه بکنه. خلاصه اینکه نشریات و نهادهای مذهبی برای اسلام سیاسی در تأثیرگذاری‌های ایدئولوژیشان در دهه 1340 و 50 اهمیت نداشت، بلکه به سازماندهی بسیج توده‌ای در آستانه انقلاب مربوط می شود. در آستانه انقلاب یعنی گذار به جمهوری اسلامی. تازه اینجای عواملی دست به دست هم میدن که مردم رو احیانا میارن تو خیابونها. خب انقلاب. مهمتر از همه این که اگر اینها را به عنوان یگانه نمود تجدید حیات اسلام در نظر بگیریم، به خصوص زمانی که نگاهمان نوعی عطف به گذشته است، یک پدیده مهم و موازی را کم اهمیت جلوه می دهیم، یعنی گرایش غیر مذهبی قوی را که در همان زمان در حال شکل گرفتن بود. موضوعی که تا به حال از سوی محققان پس از انقلاب نادیده گرفته شده است. در بالا من زمینه‌های تاریخی رفتار غیر سیاسی در ایران را تشریح کردم. آموزش و پرورش مدرن و رو به گسترش، توسعه ارتباطات و تضعیف موقعیت اجتماعی و اقتصادی روحانیت، این گرایش نیز در همان دهه‌ای که انقلاب به وقوع پیوست به اوج خود رسید. برخلاف دهه 1320 که جنبش‌های کمونیستی، ناسیونالیستی و روشنفکرانه بروز کرده بود، دیکتاتوری شاه در دهه 50 جامعه را از نهادهای مشابه محروم ساخت و در عوض توسعه عظیمی در تولید و مصرف مجلات غیر مذهبی، سینماها، فیلم‌های غربی، نوارهای موسیقی پاپ، آهنگ‌های عامه پسند، مراکز جوانان، بارهایی که نوشابه‌های الکلی می‌فروختند، تعطیلات کنار دریای خزر و برنامه‌های مبتذل تلویزیونی محصول غرب صورت گرفت. بینندگان تلویزیون بین سالهای 1347 و 1353 حدود 50% رشد کرد. یعنی حدود 2 برابر بیشتر از رشد جمعیت شهری در همین دوره. در طی 1970 سالانه بیش از 500 فیلم خارجی که 1/4 آنها آمریکایی بودند در سینماهای ایران به نمایش در می آمد. علاوه بر آن تا سال 1975 حدود نیمی از خانواده‌های شهری صاحب گیرنده‌های تلویزیونی شدند، در حالی که این میزان در دهه 1340 4% بود و در این دوره 65% کل خانواده‌ها صاحب دستگاه رادیو شدند. این منابع تا اواخر دهه 50 موفق به شکل دهی یک فرهنگ شدیداً عامه پسند و سکولار شدند که در قالب آهنگ‌ها و نمایش‌های شماری از خوانندگان و هنرپیشه‌های مردمی رو به توسعه بود. کسانی چون گوگوش، فردین، آقاسی و سوسن از آن جمله بودند. این در حالی بود که سینما و رادیو تلویزیون از طرف مردم صاحب اندیشه مذهبی مذموم شمرده می شدند، طوری که طبق دیدگاه آیت الله خمینی آنها در صدد فساد کردن جوانان ما بودند. چون این زمینه هایی بود که رهبران اسلامی را نسبت به ایجاد هر گونه تغییر سیاسی دچار تردید کرده بود.
در حالی که بسیاری از محققانی که بعد از انقلاب قلم میزنند گستردگی جنبش اسلامی را در اواخر 1960 و اوایل 1970 بسیار زیاد ارزیابی می کنند. نامه شریعتی به پسرش در اواخر دهه 50 نشان می دهد که او چگونه از مردمی که نسبت به جلسات وی بی علاقه بودند ناامید و سرخورده است و به تلخی از آن یاد می کند. حتی آیت الله خمینی نیز در 1970 فکر می کرد که برای سرنگونی سلطنت ایران شاید به بیش از 2 قرن زمان نیاز باشد. صحت گفته های آقای آصف رو شما در کجا تحقیق می کنید؟ در همین فرهنگ غیر مذهبی که بعد از دهه 60 در خانه ها پرورش یافت و نمود این رو در دهه 70 و امروزه می بینید. تمام مردم، مثلا شما شهریار قنبری رو در آلبوم قدغن‌هاش می بینی که دچار حیرت میشه. آبی دریا قدغن، با هم و تنها قدغن، رقص ماهی ها قدغن. این کدام حیرته؟ این اون حیرته که این مردم علی رغم این که مذهبی نیستند ناگهان با یک انقلاب مذهبی مواجه میشن. تمام ایرادی که مردم دارند و فکر میکنن خمینی را خودشان آوردن در این است که اینا فکر میکنن این انقلاب و این اراده اینها بوده که این انقلاب رو کردن. هیچ کسی فکر نمیکنه این گذار به جمهوری اسلامی معمار ایالات متحده آمریکا اربابه که یک مشت آنوسی کورپوریشنی رو بر این سرزمین حاکم میکنن. و البته نارضایتی های برای مردم میسازه و در این اواخر مردم رو به راحتی به خیابان میکشه با وزن کشی هایی که میکنه، با پروپاگاندا و تبلیغاتی که پوشش میده توسط رادیو اسرائیل، رادیو BBC و رسانه های دیگر غربی. سعی در بمباران ذهنی این توده های بیشکل میکنه و هدایت این نارضایی ها به طرف مقصودی که اینها تعقیب میکنن. خب نکته حائز اهمیتی که ما همونطوری که گفتیم از وسط داستان وارد میشیم و میگن انقلاب شد و یقه میکنیم خانواده های خودمون رو که چرا انقلاب کردید، مذهبی که نبودید. بعد اینا هم نمیتونن چه پاسخی بهت بدن چون یکی دو تا تظاهرات تو خیابون ها رفتن در اون اوج و فراز زمستان 57 که گذار به جمهوری اسلامی داره صورت میگیره و عاجزند از پاسخگویی و بعد تو رفتارهای اینها رو در جامعه، در خانواده ها، در جشن ها و در مراسم هایی میبینی که اینها هیچ نشانه هایی از مذهبی بودن در این مردم نیست. کجا بایستی اینها رو تعقیب بکنی؟ در اتفاقاتی که اول انقلاب یا پارادایم شیفت یا به طور صحیح گذار به جمهوری اسلامی میفته و مورد نظر ما نیست. من شما رو برمیگردونم به دی 1357. دی 1357 23 دی ماه 1357. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا. من از منابع دولتی جمهوری اسلامی استفاده میکنم که مورد شک واقع نشه. دوشنبه 22 آذر، ببخشید این تاریخ امروزه، مطلب مال 23 دی 1399. کد خبر هم که هست خبرنگار 989. فرجام شورای سلطنت 23 دی ماه 1357
محمد رضا شاه پهلوی اعلام شورای سلطنت می کند. سرنوشت دو شورا: یکی 17 ماه پس از تأسیس موفق به انتقال کامل قدرت به نظام سیاسی جدید می شود و دیگری بعد از 8 روز نتوانست عهدهدار تمام وظایف و اختیارات مقام سلطنت شود. این قیاس خیلی قیاس قشنگی بود. شورای انقلابی که پادر هواست، ابزار نداره، مؤسسات نداره، قدرت نداره، پول نداره، بعد از 18 ماه میتونه دولت جدید درست بکنه، حاکمیت جدید درست بکنه. اما شورای سلطنتی که مؤسسات در اختیارشه، شخص اول مملکت و پادشاه این رو ساخته، قدرت داره، پول داره، ارتش داره، نهاد پشت سرش داره، 8 روز دوام نمیاره. 8 روز دوام نمیاره. این خنده داره، بسیار خنده داره. حالا تمام میگه که نتوانست عهدهدار تمام وظایف و اختیارات مقام سلطنت شود. یکی بدون کمترین تجربه نظام سیاسی جدیدی را مشروعیت بخشید و دیگری با داشتن کارکشته ترین سیاستمداران روزگار نتوانست از سقوط رژیم سیاسی تحت امرش جلوگیری کنه. چه کار کرد آیت الله خمینی؟ عجی مجی لا ترجی کرد. آیت الله خمینی معجزه کرد. یا ارباب آیت الله خمینی داره گذار میکنه به جمهوری اسلامی؟ کدامش؟ آقای خمینی چه کار میکند؟ خودت هم داری میگی بی تجربه، هیچ قدرتی نداری، هیچی نداری. این یکی در اوج قدرت، حاکم همه چیز، نمیتونه، ولی اون یکی میتونه. چه کار کردید؟ حالا بررسی میکنیم که چه کار کردید. شورای سلطنت در حالی تشکیل شد که امام خمینی یک روز قبل از آن در 22 دی 1357 دستور تشکیل شورای انقلاب را در قالب بیانیه‌ای 4 بندی صادر کرد. چه جالبه، بسیار جالبه. 22 دی ماه آقای خمینی فرمان تشکیل شورای انقلاب رو میده. 23 دی ماه شاهنشاه آریامهر بزرگرتشداران شورای سلطنت رو میسازه. او برای انتقال و گذار به دموکراسی و مشروطه، شما برای گذار به جمهوری اسلامی. این چه پیام سیاسی برای شما داره؟ شاه از خمینی تقلید میکنه، در صورتی که شما در روند خوانش این به این نتیجه میرسید که این رو امینی بارها به شاه توصیه میکنه که شورای سلطنت درست کن و به شاه فشار میارند. به شاه فشار میارند که شورای سلطنت رو قبول کنه. کی فشار میاره؟ این فشارها رو کی به شاه میاره؟ چرا شورای سلطنت ناموفق عمل میکنه، 8 روز دوام نداره؟ چرا شورای انقلاب خمینی که هیچ مرجعیت، هیچ قدرتی نداره، میتونه یک ساختار حاکمیتی جدید رو بسازه؟ سوالهای جدیه، بهش میپردازیم. حالا حکم آقای خمینی را بخوانیم. ایشان در بند اول بیانیه چنین تأکید کردن: به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران. دوباره خمینی داره میگه که چه کار است؟ شخص اول مملکت نیست، در قانون اساسی هیچ جایی نداره، هیچی نیست. داره مردم رو به شاهد میگیره و داره قدرت خودش رو از مردمی که نمیشه ازش پرسید، نمیگی تو کی هستی. اگر تو یک اربابی پشتت نباشه، اگر تو یک قدرتی پشتت نباشه، این یاوه‌گویی ها نمیتونی بکنی. به موجب یعنی که مردم بهم گفته شرعاً حق دارم.
وگرنه تو کی هستی این کار داری میکنی؟ خب شاه معلومه یک شخصیت حقوقی است، شخص اول مملکت است، قانون اساسی هم در اختیار اوست و میتونه این کار رو بکنه. تو کی هستی؟ خمینی داره میگه به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است، از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد. حالا همین خبر سایت ایسنا میگه که ایده و پیشنهاد تشکیل شورای سلطنت از دوره نخست وزیری جعفر شریف امامی، یعنی از شهریور 57 به بعد، سر زبانها افتاد، اما شاه تمایلی به اجرای این ایده نداشت. این خیلی مهمه. پس ایده شورای سلطنت پیشتر از ایده شورای انقلابه. شاه تن نمیده به این، چون تمام قدرت خود رو باید تفویض بکنه به شورای سلطنت. شاه به این تن نمیده. چه اتفاقی میفته شاه 23 دی ماه تن میده؟ حالا ادامه میدیم. با شدت گرفتن چالش های سیاسی رژیم پهلوی بخصوص در ماه‌های آبان و آذر، علی امینی مشاور مورد اعتماد محمد رضا برای چندمین بار، ببینید مورد اعتماد، این مورد اعتماد بودن بذریه که تو ذهن ما میکارند، یعنی این کار را سر دلسوزی کرده. امکان نداره علی امینی کارمند دولت آمریکا باشه، اربابش آمریکا باشه، نه شاه. مورد اعتماد شاه. محمد رضا برای چندمین بار از شاه خواست به تشکیل شورای سلطنت رضایت دهد. امینی حتی پیشنهاد داد اعضای شورای سلطنت نباید وابستگی آشکار سیاسی و فکری به دربار پهلوی داشته باشند. اما محمد رضا شاه تا 23 دی ماه که همه چیز را از دست رفته دید، تن به این پیشنهاد نداد. یعنی چه چیز را از دست رفته دید محمد رضا؟ ارتشش رو، کاخش رو، پایگاه سلطنتش رو چگونه از دست رفته دید؟ شما حی حاضر جلو چشم ماها بشار اسدی رو که تا محاصره کاخ ریاست جمهوریش رفتند، با کمک ارباب آمریکایی و روسی و خودتان نذاشتید بیفته. در صورتی که خانواده حافظ اسد یک علوی اقلیت در سوریه هستند و اکثریت مسلمانان سنی هستند. چطوری ارتش شاهنشاهی 400,000 نفره از یه مشت میلیشیای تو خیابون شکست بایستی بخوره؟ چه چیز از دست رفته بود؟ چطوری بشار اسد تا تو کاخ ریاست جمهوریش بود از دست نرفت از نظر شما؟ ولی چرا اینجا شاه همه چیز رو از دست داده؟ چه چیز رو از دست داده؟ به مقوله شاه برمیگردیم به این که تمام اطرافیان شاه نوکران، مثل خود شاه نوکران امریکا هستند. شاه اختیاری از خودش نداره، مثل پسرش. الان به پسرش هم برمیگردم. خب بخوانیم.
میگه که شاه که تشکیل شورای سلطنت را نقطه امیدی برای احیای نظام سلطنتش فرض میکرد، 3 روز بعد ایران را ترک کرد، اما غافل از اینکه رهبر هوشیار و زیرک انقلاب اسلامی اول شورای سلطنت را غیر قانونی اعلام و خلعیت می کند و برای همیشه تاریخ به نظام سلطنت پایان می دهد. حالا چه اتفاقی میفته؟ آیت الله خمینی شورای سلطنت رو غیر قانونی اعلام میکنه. به خاطر اینکه این حکم خمینی رو بخوانم، این نکته بسیار حائز اهمیته. باشگاه خبرنگاران جوان 15 جنوری سال 2020 میگه که رویکرد آمریکا به شورای سلطنت. آمریکا هم راستا با تحولات انقلاب اسلامی گام‌های استراتژیکی برای حفظ حکومت پهلوی برمی داشت و واکنش این کشور به شورای سلطنت نیز از این روی به دور نبود. در آذر ماه 57 شاه 3 راه حل پیشنهادی به دولت آمریکا برای حفظ رژیم خود ارائه کرد: تشکیل یک ائتلاف ملی، تسلیم شدن به مخالفان و تشکیل یک شورای نیابت سلطنت. 3. یک حکومت متشکل از نظامیان با یک سیاست سرکوبگرانه. سالیوان ابراز عقیده کرد که راه حل اول تنها انتخاب منطقی است و شاه را برای تلاش به رسیدن به یک راه حل سازشکارانه در قبال بحران تشویق کرد. حالا میگه پرده دوم، گذار مسالمت آمیز. ایالات متحده آمریکا که در ابتدا مخالف شورای سلطنت بود، هنگامی که وضعیت را بحرانی یافت موافق خروج شاه از ایران شد. یا به شاه دستور داد که از ایران خارج بشه برای گذار مسالمت آمیز. پس این انقلاب نیست، گذار مسالمت آمیزه، گذار به جمهوری اسلامیه. حالا همش هم در اون بالاها صورت میگیره. این پایینی ها فقط دارن نمایش میدن که اون بازی های بالایی ها معنا پیدا بکنه. درسته؟ حالا ادامه میدیم. هنگامی که قره‌باغی در تلاش بود تا محمد رضا پهلوی را از مسافرت باز دارد، او جواب داد: چه میگویی؟ الان سفیر آمریکا با ژنرال هایزر اینجا بودند و از من ساعت و روز حرکتم را میخواستند. این هماهنگی از جلسات قبلی برمیخواست. در این جلسات محمد رضا پهلوی فکر تشکیل شورای سلطنت را با هایزر در میان گذاشته و ذکر کرده بود که به شدت روی شورای سلطنت کار میکند. از بختیار خواسته شده که ریاست آن را بر عهده بگیرد و 2-3 نفر از اعضای کابینه نیز در آن عضویت دارد. خب من میخوام حکم خمینی رو بخوانم. روز 26 دی ماه 1357 امام خمینی به مناسبت فرارسیدن 40 امام حسین بیانیه‌ای از پاریس صادر کردند و شورای نیابت سلطنت را غیر قانونی و دخالت اعضای آن در امور مملکت را جرم دانستند. همچنین از مردم دعوت کردند که مخالفت خود را با شورای نیابت سلطنتی غیر قانونی
اعلام کنند. در این بیانیه آمده است به کسانی که در شورای سلطنت غیر قانونی به عنوان عضویت داخل شدن اخطار می کنم که این عمل غیر قانونی و دخالت آنان در مقدرات کشور جرم است و بیدرنگ از این شورا کنارگیری کنند و در صورت تخلف مسئول پیامدهای آن هستند. راهپیمایی و تظاهرات در این 40 وظیفه شرعی و ملی است. ملت بزرگ در سراسر ایران با راهپیمایی و تظاهرات خود این مردار متعفن نظام شاهنشاهی را دفن کنند و مخالفت خود را با شورای سلطنت غیر قانونی اعلام می نمایند و پشتیبانی خود را برای چندمین بار از جمهوری اسلامی اعلام می کنند. خب خمینی 3 بار در همین خلاصه شده حکمش از لفظ غیر قانونی استفاده میکنه و از ترم غیر قانونی استفاده میکنه و به اونها هم اخطار میده که دارید جرم میکنید. وقتی غیر قانونی حرکتی که شما دارید میکنید جرمه. حالا سوال بزرگ اینه و این پاسخ شما رو به این میده که یا به اون کنجکاوی شما میده که چرا 23 شورای سلطنت، 22 شورای انقلاب. شورای سلطنت ریختش مشخصه، شورای انقلاب مشخص نیست کیا هستند. خب حالا بذارید من مقایسه رو درست کنم. شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران بر اساس قانون اساسی شخص اول مملکته. قانون اساسی مشروطه کار میکنه. تمام مؤسسات در زیر فرمان این آقای محمد رضا پهلوی هستند. دولت مشروع و قانونیه. حاکمیت مشروع و قانونیه. همین آقا فرمان به تشکیل شورای سلطنت میده، کاملا قانونیه. آیت الله خمینی یک انسان مجهول الهویه، مجهول التایتل، معلوم نیست چیه، چه کار است. آقای خمینی با زبان قانون صحبت میکنه. جرأتم نمیکنه بگه که من رهبر این انقلابم و انقلابی حرف بزنه و بگه مردم تومار سلطنت را در هم بکوبید. نمیگه مردم برید محمد رضا شاه پهلوی را در کاخ نیاوران اعدام بکنید. اینو نمیگه. داره نمایش میده. میگه که ما یه شورا درست کردیم برای گذار. سوال این آقای خمینی تو چه کاره هستی؟ پاسخ اینه که آقای خمینی میگه که من حق شرعیه و از اکثریت قاطع به اتفاق مردم ایران گرفتم. حالا آقای خمینی بر اساس کدام قانون تو قانونی هستی و بر اساس کدام قانون حکم پهلوی غیر قانونیه؟ و تو چرا 3 بار از ترم غیر قانونی و 1 بار از ترم جرم استفاده میکنی؟ چرا؟ در صورتی که این خنده داره. شاه شخصیت حقوقی و قانونیه، تو چه کاره ای؟ شاه بایستی با زبان قانون صحبت بکنه، تو چرا با زبان قانون صحبت میکنی؟ تو باید با زبان انقلاب صحبت بکنی. تو باید با زبان قدرتی که داری صحبت بکنی. او قدرت قانون را دارد و تو نمیتونی از قدرت اون استفاده بکنی، چون تو این قدرت رو نداری، این تایتل رو نداری. اما چرا خمینی تو از لفظ غیر قانونی و ترم غیر قانونی استفاده میکنی؟ این هدف سیاسی رو تغییر میکنه. این در نهانخانه ما یک اتفاق رو درست میکنه. مای مردم. خب یک شورای قانونی توسط شخصی مجهول الهویه بدون تایتل غیر قانونی خوانده می شود. غیر قانونی خوانده می شود. تا چه اتفاقی بیفته؟ تا در 1 بهمن 1357 جلال الدین تهرانی جزء این شورا به پایبوس خمینی بره و شرط دیدار با خمینی استعفای از شورای سلطنت و کتباً غیر قانونی خواندن شورای سلطنت. یعنی چه؟ یعنی وقتی تو 2 تا شورا داری شکل هم دیگه، هر 2 تاشون هم میخوان گذار کنن، یکی گذار به جمهوری اسلامی، یکی گذار به دموکراسی و مشروطه، یکی قانونی یکی غیر قانونی، غیر قانونی قانونیه رو غیر قانونی میدامه.
خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما در ناخودآگاه خودمان ناگهان احساس میکنیم شورای انقلاب قانونیه و این مشروعیت بالادستی را دارد که شورای قانونی سلطنت را غیر قانونی بنامد، در صورتی که شخص شاه بر نمیگرده شورای انقلاب رو غیر قانونی بنامه. شاه با زبان قانون صحبت میکنه، نه خمینی. به همین خاطر در 1 بهمن تا شما حالا چطور مشروعیت شورای انقلاب رو میگیری؟ یک شورا موازیش درست میکنی که قانونی شورای غیر قانونی میگه که قانونی غیر قانونیه، اتوماتیک غیر قانونی قانونی میشه در ذهن ما. با این عجی مجیلا ترجی، این تردستیه، این شعبده بازی آمریکاست در این پارادایم شیفت، در این گذار به جمهوری اسلامی. یک مجعول الهویه بدون هیچ تایتل با زبان قانون صحبت می کند، یک شخصیت حقوقی بر اساس قانون در تشکیل یک نهاد قانونی. شخصیت مجعول الهویه‌ای که جرم غیر قانونی کرده رو با قانون خطاب نمیکنه. خمینی شورای سلطنت رو غیر قانونی اعلام میکنه. چطوری تو شورای انقلاب رو قانونی میکنی؟ با غیر قانونی خواندن یک شورایی که از مجرای قانون عبور کرده. وقتی تو این قدرت رو داری که اون رو غیر قانونی بخوانی، به 8 روز بعد جلال الدین تهرانی عضو این شورا می آید و او هم غیر قانونی می خواند، عملاً شورای انقلاب خمینی قانونی می شود. من حقوقیشو نمیگم، اما در ذهن ماها عجی مجیلا ترجی تردستیه که خمینی می کند. این کار خمینیه؟ نه، کار آمریکاست. این برنامه آمریکاست. کی به خمینی میگه شورای انقلاب درست کن؟ آمریکا. کی به خمینی میگه که آقای خمینی بگو که شورای سلطنت غیر قانونیه؟ آمریکا. چه چیز باعث میشه جلال الدین تهرانی که الان تمام قدرت شاه را در دست دارن در شورای سلطنت بره دو دستی قدرت خودشو بعد از 8 روز بده به خمینی؟ چرا اینا تلاش نمیکنن این قدرت رو حفظ کنن؟ یه فرصتی پیش آمده، یه کیاسی پیش اومده، بچه زرنگ میره این قدرت رو میگیره، ارتش هم تحت فرمانشه. چرا تا دقیقه آخرینا مقاومت نمیکنن؟ چرا اینقدر پیزورین اینا؟ چرا اینقدر ترسوان اینا؟ به خاطر اینکه اینا خودشون نیستن، ارباب اونجاست. ارباب داره برای اینها برنامه ریزی میکنه. اگه نه کی میاد؟ شما 50 سال منتظر شده باشی محمد رضا پهلوی یه شبه به تو قدرت بده، همین قدرت رو به شورای سلطنت میده. شما چرا این قدرت رو پس میدید به خمینی میدید؟ نهاد در دستتون هست، پول در دست، چیه مردم کشی میکردید؟ شما کافی بود سران تظاهرات های خیابانی رو میگرفتید، نمایشی از حضور نیروهای نظامی در خیابان میدادید، 1 نفر جرأت نداشت بیاد تو خیابون. چرا این کارو نکردید؟ مگر همین جمهوری اسلامی سال 88 در تهران این کارو نکرد؟ شما خودتون ادعا میکنید 3 میلیون نفر رو سال 88 در خیابان بود. خمینی اومد سر تظاهرات ها رو گرفت، کروبی و موسوی رو گرفت، خامنه ای مشتی باتون به دست ضد شورش رو ریخت تو خیابان. 3 میلیون نفر رو با چند ده کشته و چند دین هزار دستگیری و بازداشتی جمع کرد. شاه نمیتونست، شورای سلطنت نمیتونست همین فرمانی که ساواک بهش داده بود این کارو بکنه. چرا نکردن؟ چرا این کارو نکردن؟ بزدل بودن، بی اراده بودن. چطور این شاه هم مستبده و هم آدم کش و بعد یهو میترسه؟ چطور اینایی که یهو میشن شورای سلطنت این قدرت رو رها میکنن؟ برای چی بایستی رها بکنن؟ کدام انسان عاقلی قدرت یک مملکت رو رها میکنه؟
چیکار میکنه؟ خمینی میکشدشون، اعدامشون میکنه، ما که هنوز با هم روبرو نشدیم. چرا این وزن رو به خمینی میدن؟ این که انقلاب نیست که، این یه سری شام مورتی بازیه. خب وقتی شما اینجا به این مسائل میرسید، حالا برای شما سوال میشه اتفاقاتی که منجر به درست شدن 22 بهمن و اعلام بی‌طرفی ارتش شد چه بود؟ اینجا شما رو کنجکاو میکنه برای کسی مثل من که بهمن 58 متولد شدم و در مدارس ما رو با شعارهای سر صف و برگزاری مراسم دهه فجر و سرودهای مختلف دهه فجر، من هنوز اون سرودا یادمه، چون بچه بودیم یادمون میدادن، معلم پرورشی یادمون میداد، از خمینیه امام گرفته تا 22 بهمن، تا این بانگ آزادی است. ما هیچ وقت نفهمیدیم چه شد که به 22 بهمن رسیدیم. حالا میخوایم بدونیم چه شد که به 22 بهمن رسیدیم. میدونید چه بیداری بزرگی در ایران اتفاق افتاده که ما به 22 بهمن رسیدیم؟ خیلی براتون جالبه بخونم. ماجرای 22 بهمن و خیزش مردم ایران به اینجا برمیگرده. قبل تر از این که به این برسم، میخوام از این ذهنیتی که رسانه ها هدفمند از ماها میسازند براتون حرف بزنم. برید در اینترنت سرچ بکنید برای گاه شمار روزهای انقلاب BBC. گاه شمار تظاهرات انقلاب. سایت BBC به تاریخ 12 بهمن 1397 یک گاه شمار چاپ کرده، منتشر کرده که من براتون میخونم. این سایت بریتیش برودکاستینگ سنتر فارسی، معمار دخالت در سرزمین ما. این سایت گاه شمار انقلاب را از فروردین 57 آغاز می کند. میخونم براتون. حالا مثلا تصور بفرمایید کسی مثل من 40 سال، 30 سال، 25 سالشه و میخواد بدونه که این انقلاب 57 چه بود. برمیگرده اینا رو میخونه. خب چه چیزایی رو نمیبینه؟ پدر مادرای ما چه چیزایی رو ندیدن؟ حالا ما برمیگردیم به این. میگه که در سال 57 جنبش مردمی، توجه داشته باشید، جنبش مردمی علیه حکومت محمد رضا پهلوی شاه ایران شتاب سرنوشت سازی گرفت. سستی، خوشخیالی و بیماری شاه نیز انقلابیان را برای به ثمر رساندن مبارزه چند ساله خود امیدوارتر کرد. اینا همش پروپاگانداست که ذهنیت ما رو بسازن. آخه میگن شاه اومد تو تلویزیون گفت من پیام انقلاب شما رو شنیدم، انقلابی‌ها پررو شدن. آیت الله خامنه ای بعد از ماجرای کوه دانشگاه اومد یه سخنرانی کرد. گفت من چلاقم، علیلم، مریضم، شخصیت بیماری دارم، بذارید به منم فوش بدن. انقلابی‌ها پررو نشدن. چطور مردم ایران پررو نشد؟ چطور آیت الله خامنه ای علیل، چلاق، ذلیل، نحیف، سرطانی، پروتستانی احیانا ضعیف النفس نیست و نمیترسه و در نمیره و روز از روز جنایتکارتر و چپاولگرتر و
وحشی‌تر میشه. ولی شاه چون مریض بود و اینا سست بود و خوشخیال بود و باخت. چطور اینجا شما همچین استدلالی میارید اما نه در مورد اون سخنرانی خامنه ای سکوت میکنید؟ چطور سخنرانی خامنه ای باعث سرکوب شدیدتر میشه؟ چطوری احمدی نژاد به مردم این مملکت میگه خس و خاشاک این مملکت نمیشه طوفان و نشد طوفان؟ در این عصری که دیگه مردم هم خیلی لیبرال شدن و همه دموکراسی و حق و مردم و این چیزا خیلی سرشون میشه، آقای احمدی نژاد برگشت به مردم و خس و خاشاک. هیچ اتفاقی نیفتاد. خب بی بی سی داره اینها رو تو ذهن شماها میکاره. خب منم که هیچ سوادی ندارم، که نبودم، نه زندگی کردم، نه دیدم، نه توان تحلیل دارم. این چرت و پرتا و یاوه ها رو میشنوم و باور میکنم. آنچه در پی می آید مروری است بر مهمترین رویدادهای آن سال که تاریخ و جغرافیای سیاسی خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. پارادایم شیفتی که تاریخ و رویدادهای خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. بس. خب آقای بی بی سی از کجا آغاز میکنه؟ 8 فروردین. بی بی سی میگه فروردین، مردم 8 فروردین مردم یزد در ادامه اعتراضهای زنجیری شهرهای ایران دست به تظاهرات زدن. سوال: چرا بی بی سی با یزد شروع میکنه؟ چرا با 8 فروردین شروع میکنه؟ بعد خودشم میگه که 8 فروردین در پی زنجیره از اعتراضهایی که در شهرهای ایران بوده رخ میده. چرا از زنجیره اول شروع نمی کنی؟ چرا از اولی شروع نمی کنی؟ چرا از 8 فروردین؟ حالا میگه بعد از انتشار مقاله‌ای توهین آمیز در مورد آیت الله روح الله الخمینی، رهبر مخالفان مذهبی، اینجا نمیگه رهبر تمام انقلاب ایران، رهبر مخالفان مذهبی، خوبه. الان جمهوری اسلامی تثبیت شده، رقیب نداره، میشه از این حرف زد که گوشه‌ای از واقعیت داشته باشه. پس رهبر ایران نبود، رهبر مخالفان مذهبی بود آقای بی بی سی. خب در روزنامه اطلاعات در دی ماه 56 ابتدا مردم قم در 19 دی اعتراض کردند. آقا چرا شما از 19 دی 56 پس آغاز نکردی آقای بی بی سی؟ و چرا اینجا ذکر میکنی در لوای 8 فروردین؟ ببینید از اون تکنیک های تردستی و شعبده بازی رسانه‌ایه. میدونید چرا از 19 دی شروع نمیکنه که آغاز تظاهراتیه که به 22 بهمن میرسه؟ به خاطر اینکه باید توضیح بده که حالا چه چیز عامل شد، این مقاله چه بود، کی نوشت، چطوری نوشت تا به قم برسه. به همین خاطر نمیخواد این رو توضیح بده تا تو مشکوک نشی، تا تو پرسش نکنی. حالا جمهوری اسلامی تثبیت شده، جمهوری اسلامی حاکمه بر این جامعه، دیگه نمیخواد تو سوال بکنی. فقط بدون، همینقدر بدون که من دروغم بهت نگفته باشم، در پی یک مقاله توهین آمیز در روزنامه اطلاعات در 17 دی ماه 56 مردم قم تظاهرات کردند. ولی من از 8 فروردین شروع میکنم برای تو گاه شماری میکنم. خب وقتی بخوام یزد رو معرفی بکنم راحته، میگم که تظاهراتی که در یزد شروع شده در پی اعتراضات پی در پی شهرهای مختلفی بوده که سرمنشأش به تظاهرات 19 دی 57 برمیگرده. اینجا دیگه من توضیح دادم 8 فروردین برای چی تظاهرات بوده در یزد. ولی وقتی از 19 دی آغاز بکنم دیگه حالا باید توضیح بدم مقاله چه بود، محتوای مقاله چه بود، کی چاپ کرد، برای کی چاپ کردن. این دیگه خیلی طولانیه. اینا رو که بگم دم و خروس بیرون میزنه.
سوال ایجاد میشه، کار خوبی نیست. این از اون نکاتیه که معمولاً خواننده معمولی بهش پی نمیبره. ما وقتی میگیم در مسیر این میدیاها قرار نگیرید ذهنیتتون رو میسازن، ذهنیت رو این گونه میسازند. حالا شما داری یک گاه شمار خوشگل رو تعقیب میکنی که همش اعتراض تظاهرات سرکوبه، ولی تو اصلا نمیفهمی ابتدا به ساکن چه بود. یک مقاله اعتراضی. این مقاله چی هست؟ کی نوشته؟ چی گفته که منجر به یک مقاله منجر به انقلاب میشه؟ یک مقاله منجر به انقلاب میشه. رئیس جمهور رسمی ایران به مردم ایران میگه خس و خاشاک، انقلاب درست نمیشه. مردم ایران پی میبرن در زندان کهریزک با باتوم تجاوز میکنن به مرد نه به زن، یعنی معقد یک مرد رو با باتوم پر میکنن. مرد در این سرزمین، مردم ایران بهش بر نمیخوره تظاهرات بکنه، ولی مردم ایران بر میخوره به خمینی حرف بزنن، خیلی بهشون بر میخوره. مردم ایران تظاهرات نمی کنن در نوشتن کتاب 23 سال علی دشتی که به پیغمبر اسلام توهین میکنه، ولی به یک ملای شارح دست هزارم دین محمد که توهین میشه مردم ایران آتیش میگیره. جدا؟ واقعا؟ اینو شما باور میکنید؟ حالا برگردیم ببینیم این مقاله چیست. انسان پرسشگر حالا برمیگرده به این که سرمنشأ اینجاست. بی بی سی داره منو گول میزنه. سوال رو وقتی طرح میکنه میگه چرا 8 فروردین؟ میگه خب بخاطر اینکه بی بی سی میتونه الان 8 فروردین رو معرفی بکنه که چیست، اما بی بی سی نمیخواد 19 دی 56 رو معرفی بکنه، مبسوط معرفی بکنه. به همین خاطر از 8 فروردین شروع میکنه. این از اون گول ها، این تردستیه، تردستی های شعبده بازانه. اما از اونجایی که ما دست شعبده باز رو خوب داریم نگاه میکنیم، حالا میریم سراغ 17 دی ماه 1356. ببینیم چه چیز باعث انقلاب ایران میشد. آغاز عصر بیداری ایرانیان، عصر انقلاب. خب حالا دیدید این همه حرفایی که زدند، اونی که آصف باید گفت این میتونه جنبش اعتراضی درست بکنه، تظاهرات کور درست بکنه، اما هیچ وقت نمیتونه انقلاب بکنه. حالا میدونی از دل این داستان ها چه چیز حتما بایستی بیرون بیاد. بریم این داستان مقاله کذایی رو بررسی بکنیم. خب بررسی کردن مقاله کذایی 17 دی ماه 1356. سایت تاریخ ایران. متاسفانه سایت برای من باز نمیشه. بله، سایت تاریخ ایران. سایت تاریخ ایران. معمای رشیدی مطلق. نویسنده واقعی مقاله جنجالی کیست؟ معمای رشیدی مطلق، نویسنده واقعی مقاله جنجالی کیست؟ ما فرازهایی از این رو میخوانیم. میگه در میانه دهه دیماه 56 پاکتی مهرموم شده توسط یکی از خبرنگاران به دفتر روزنامه اطلاعات رسید که بعدها کبریتی در انبار باروت انقلاب لقب گرفت. پاکتی حاوی مقاله دردسرساز و جنجالی ایران و استعمار و سرخ و سیاه. یا تو نره یه مش سلطنت طلب نما از این ارتجاع سرخ و سیاه که صحبت میکنن مال همین مقاله است. اینا همون شاگردان داریوش همایونن. داریوش همایون کلاه بردار عامل یهودی دولت کورپوریشن ایرانی که به شاهنشاهش هم خیانت کرد.
که بعد اومد سال 1994 حزب مشروطه لیبرال دموکرات رو درست کرد. فحاشترین، دریده ترین، پدر سوخته ترین، بی شخصیت ترین انسان ها رو تو خودش جمع کرده تا این پسره محمد رضا پهلوی چقدر خودش بی اراده است بی اراده تر بشه. این فامیل این زاهدی است، فامیل این شهرام همایونه، به احتمال زیاد پسرموشه، این داریوش همایون، که میگن در زمان این اتفاق افتاده. حالا بررسی میکنیم. ما که توان تشخیص نداریم، طرف وقتی میره تو لاک زدن یک خانواده از درون آغاز میکنه این کار رو. آقای داریوش همایون سومکایی. بله. که در شماره روز 17 دی ماه به چاپ رسید و موجی از اعتراضات را در پی آورد که تا یک سال بعد به اشکال گوناگون تداوم یافت و به سقوط رژیم شاه پیوند خورد. در این مقاله توهین‌آمیز که نظیر آن نه پیش و نه پس از آن دیده نشده است، قیام 15 خرداد حاصل پیوند دو استعمار سرخ یعنی کمونیسم و استعمار سیاه یعنی ارتجاع دانسته شده و رهبران سیاسی مذهبی را در رأس آنها امام خمینی که با انقلاب سفید مخالفت کردند عامل خارجی معرفی شده بودند. ادعای موهوم که خشم مردم را برانگیخت و به برگزاری تظاهرات در قم و چند شهر دیگر انجامید، تظاهرات خونینی که به کشته شدن گروه کثیری از معترضان و سقوط دولت جمشید آموزگار منجر شد. این حالا برمیگردیم که این چه شکلی است. میگه که همایون میگوید متن مقاله را نخوانده بود و بدون اینکه پاکت را باز کند آن را به علی باستانی سپرد تا راهی روزنامه اطلاعات شود. پس از آن که مقاله میگه که این آقای همایون میگه که من در چیز بودم، حزب رستاخیز بودم، کنگره حزب رستاخیز بود، یه پاکت مهر شده آرم شاهنشاهی رو به دست من دادن که از دربار اومده بود. من این رو دادم به علی باستانی، یعنی باز نکردم بخونم چیه. شاه از دربار مقاله می نویسه، میفرسته برای کی؟ برای آقای آموزگار میفرسته برای همایون حالا باید بریم تو روزنامه چاپ کنه. این شاه مورتی بازی ها آدم دلش برای شاه میسوزه. این شاه قدار آدم کش پدر سوخته این پلیس بازیایی رو که داره در میاره نشون میده این نمیتونه یه مقاله تو روزنامه خودش چاپ کنه. شاه نمیتونه بعد میگن ساواک میگفت که دیوار موش داره، موش هم گوش داره. بعد میگفتن که مأموران سانسور وجود داره. مأمور سانسور میتونست جلو انتشار کتاب و نشریات و مجلات و روزنامه ها رو بگیرش. یک مأمور سانسور نمیتونه یک مقاله رو درج کنه با نام خودش در روزنامه اطلاعات. شاه باید از دربار مقاله بفرسته با مهر سلطنتی. حالا 10 تا دست میگرده مقاومت هایی که در برابر چاپ کردن این مقاله میشه، از سردبیر گرفته تا سرستون اینا مقاومت میکنن و آقای همایون اینو تایید میکنه. یعنی آدم دلش به حال شاه میسوزه. کو این قدرت بزرگ ارتشداران؟ یعنی شاه چه کاره بوده تو ایران که نمیتونه تو یک روزنامه مقاله چاپ کنه؟ وانگهی شاه چه احتیاج داره یک مقاله چاپ کنه؟ شاه تلویزیون ملی دستشه، ابزار قدرت دستشه، دستگاه پروپاگاندا دستشه. شاه میتونه پول بده
با زوری که داره انواع برنامه‌های طنز بسازن. تلویزیون مجاهدین خلق میشینه طنزهای شادمانی درست میکنه در مورد علی خامنه‌ای و تریاکی بودنش و سخنرانی‌ها رو. چطوری دستگاه سلطنتی نمیتونه این کارو بکنه؟ چطور دستگاه سلطنتی و ساواک تونست مجاهدین و چریکای فداییان رو به عنوان مخرب در ذهن مردم معرفی بکنه؟ چگونه نتونسته که شخص شاه مجبور میشه دستور نوشتن مقاله رو از دربار بده و مهرموم سلطنتی بکنه که ببرند با پلیس بازی و واسطه گری و جون من بمیرم و تو رو خدا و بیانی چاپ کن برای ما. اصل داستان رو فراموش میکنیم. من میخوام اینو بخونم تا شما یه کمی بخندید. به این خاطر BBC این شما رو عودت نمیده به اونجا، چون مجبور میشه لاطائلات رو براتون بنویسه. بعد شما بخندید از شخصیت BBC به دور این چرت و پرتا رو بنویسه. احمد شهیدی سردبیر اطلاعات با او تماس میگیرد تا راهی برای جلوگیری از چاپ مقاله پیدا کند. همایون میگوید احمد شهیدی تلفن کرد که این چه کاری است؟ این مقاله حمله به آیت الله خمینی بد است و اینها. گفتم من نمیدانم، نخواندمش، ولی چه کارش کنیم؟ گفتن چاپ شود. گفتم آخر چرا ما؟ گفتم مگر چیست؟ گفت حمله کردند و گفتند اگر این مقاله را چاپ کنیم حمله میکنند و دفتر دستک ما را در قم آتش میزنند. گفتم بالاخره باید کسی این را چاپ کند. حالا دادیمش به شما. شما از همه روزنامه ها بیشتر برخوردار شدید. واقعا هم اطلاعات قوی بود. گفتیم به هر حال باید چاپش کنیم. من که تهیه‌اش نکردم، عصبانی و ناراحت شد، ولی واقعا هیچ کاری نمیشد کرد. باید یک روزنامه چاپ میکرد. بعد میگه که همایون شاه را آمر اصلی تهیه متن مقاله میداند و میگوید خمینی یک اعلامیه داد و حمله خیلی شدیدی به شاه کرد و شاه هم چنان که گفتم نسبت به انتقادات و حملاتی که به او میشد حساس بود. اگر در آبیجان و مثلا ساحل آج هم روزنامه علیه او چیزی می نوشت، باید مثلا روزنامه آیندگان جواب به او میداد. جواب را از ساواک یا وزارت اطلاعات تهیه می کردن، می فرستادن و ما چاپ می کردیم. چون این فضایی بود، یعنی شاه مریض بود، خود بزرگ بین بود، تحمل نمی کرد کسی کوچکترین. خب این در تضاد با این شخصیتی که تو داری میگی شهرام همایون، داریوش همایون، مردی که خائن، این در تناقض. آدمی که اینقدر نارسیسیسم داره، اینقدر مریضه، اینقدر خود بزرگ بینه، تحمل این رو نمیکنه که یک روزنامه در ساحل آج بر علیهش چیزی بنویسه، در روزنامه آیندگان پاسخ میده. بایستی هر کسی که در مقابل فرمانش میسته نابود بکنه با قدرت مخرب و نامحدودی که داره. ولی اینگونه نیست این تاریخ. آدم دلش با حال شاه میسوزه، با کلاهبردارهایی که مثل شما دورشن. چطوری اینجا بهش بر نمیخوره شماها از فرامینش عدول میکنید و به پلیس بازی و کاراگاه بازی میفته آقای شاه؟ چطوری آقای شاه تو این سرزمین با این درآمدهای سرشار نفتی این همه آدم مخلص و چاکر و چاپلوس 10 تا میرزا بنویس پیدا نمیکنه تخریب بکنن تمام بنیان مخالفین خود را؟ چطور شاه این کار رو نمیتونه بکنه؟ پول نداره، امکانات نداره، چاپلوس و میرزا بنویس کم هست. اینجا مملکت این شامورتی بازی ها داره در مورد ایران آریایی فرهیخته بزرگ از این حرفا، یا در مورد شاه مستبد زبانبر دستبر. شما دارید این رو در مورد کی میگید واقعا؟ شما این حرفا باور میکنید؟ ادامه میدیم فرمایشات آقای همایون. ولی این انتقاد مستقیم به او شد. خیلی خشمگین شد. به هویدا و نصیری گفت به این حمله کنید.
هویدا به یک دفتر مطبوعاتی داشت که از نخست وزیری برده بود و به وزارت دربار و فرهاد نیکخواه هم رئیس آن دفتر مطبوعاتی بود و کارهای مطبوعاتی هویدا را میکرد. عباس هویدایی که گرفتن اعدام کردن. به او دستور داد کسی را پیدا و مقاله‌ای را که شاه گفته است تهیه نماید. شخص شخیص شاهنشاه آریامهر، بزرگ ارتشداران، تحصیل کرده در سوئیس، عاجز از این که یکی رو پیدا بکنی یه مقاله بنویسه خمینی رو سر جاش بزنه. این چهره‌ای که دارن از شاه میدن رو باور کن حزب دموکرات کردستان ایران خیلی با آقای مصطفی هجری خیلی بزرگتر و با عظمت‌تر از شاهنشاه آریامهر. آدم دلش برای این شاه میسوزه. مقاله نویس دور برش نیست. مقاله میخواد، شاه میخواد مقاله بنویسه. شاه میخواد شاه مقاله بنویسه، مردم چه کار بکنن؟ آقایان سپاه پاسداران، حرفایی که مخمل باف در مورد آیت الله خامنه ای گفت چه؟ درسته؟ اینی که عشق به عصا داره و عبای پشم شتر دوست داره و کلکسیون انگشتر عقیق داره و اسب سواری دوست داره و هر روز باید خاویار بخوره و شبا میشینه فوشایی که بهش میدن و گوش میده. اینقدر مریضه. چطوری آیت الله خامنه ای میشینه شبا فوشا رو گوش میده، به کیهان شریعت مداری نمیگه به این مردم حمله کن، بعد هیچ کسی هم بهش بر نمیخوره، کیهان شریعت مداری همه چرت و پرتا میگه و هیچ موجی به راه نمیفته؟ این استدلال انقلابتونه واقعا؟ یا این کار خودتونه، کار ارباب آمریکایی تونه؟ دارید یک پارادایم شیفت میکنید، گذار به جمهوری اسلامی میکنید، یک سری نمایش های خیابانی رو به راه میاندازید تحت نام، یعنی این بود تمام اون انقلابیگری و کارهایی که کرده بودید. شاه در جواب اعلامی خمینی عصبانی شد. اینه میگن شماها خیلی کفدار و روباهید. اینه میگن ایرانی ها و سیاستمدارهای ایرانی خیلی پیچیدن. اینه ادعا میکنید رجلان دربار و بزرگانی مثل امینی و چه میدونم فروغی و اینها رو شما خروجی داشتید. تمام قدرتتون اینه واقعا؟ میخواید بگید که شاه یه احمق نارسیسیست سست عنصر بود که شما جرأت نداشتید جلوی اقدامات احمقانش رو بگیرید، یا شماها به دستور ارباب اصلیتون شاه دست نشانده کورپوریشن یهودی رو محاصره کرده بودید که به فراز 22 بهمن 57 برسه؟ کدامش؟ کدام یک از این حرفا رو مردم باور میکنه؟ انقلابی که در پس چاپ یک مقاله کذایی در روزنامه اطلاعات اتفاق میفته، بعد میشه مراسم های مذهبی، شب 40 اینجا و شب 40 اونجا و تاسوعا اینجا و عاشورا اینجا. این انقلابه تا ماهیت مذهبی بگیره. اینا میدونی مثل چی میمونه در عصر حاضر؟ خب با بررسی این مطالب ما به اینجا رسیدیم که تمام این داستان نمایش های برساخته گذار به جمهوری اسلامی. حالا من میخوام وارد عصر حاضر بشم، الانی که داریم صحبت میکنم. ببینید اینها به ما درس میده. درس اول اینه که مردم یک شمشیر دولبه هستند و به راحتی مورد استفاده واقع میشند.
خشمشون، بغضشون، کینه هاشون، کمبود هاشون، محرومیت هاشون. و معمولا کسی میتونه از اینها استفاده بکنه که ابزار داره. چون هیچ وقت جامعه‌ای که درش وضعیتی برقرار نشده که یک تاریخ درستی رو طی بکنه و شیرازش از هم پاشیده شده و یک دولتی می آید و به این ریخت می دهد، جامعه بی ریخته و لذا دارای دستبندی های خودش نیست و این مردم احیانا در دسته های مختلفی که در درازنای یک تاریخ آمده باشد دیگه سازماندهی نشدن. این دسته از بین رفت. اصل اول مبارزه به شما میگه که شما قبل از اینکه فکر بکنی با حاکمیت درگیر مسلحانه بایستی بشی یا بری در خیابان قرار بگیری، بایستی حواست باشه که نذاری مردم دستاویز حاکمیت قرار بگیرن. اینجا انقلاب آغاز میشه. اصل اول اینه نذار مردم دستاویز حاکمیت باشه. نذار مردم سیاست‌های حاکمیت رو عملی کنند. خب این یعنی چه؟ این یعنی این که درست مردم فقیر میشن، گرسنه میشن، بهشون ظلم میشه، کشته میشن، شکنجه میشن، اما این مردم که توان سازماندهی نداره، توان درک دردهای خودش رو نداره، فقط ناراضیه. و تو با رسانه هایی که داری یک یوتوپیا براش میسازی به طور کلی. هر وقتی که احتیاج داری به راحتی میتونی یک جمعیت و نمایش خیابانی از اینها درست بکنی و میتونی یک سری شعار و یوتوپیا رو تو ذهن اینها کاشته بشی. در جامعه ما امروز یک چوپان رو هم شما از یک کوره بگیرید با مفهوم دموکراسی آشناست، با مفهوم سکولاریسم هم آشناست. اما از اینا بپرسی دموکراسی چیه نمیدونن. چه نوع دموکراسی میخوان نمیدونند. احیانا ازش بپرسی آقایی که شما گرسنته و فکر میکنی که اقتصاد ایران با دموکراسی درست میشه بفرمایید سازوکاری که این روند رو طی میکنه چه شکلیه که تو دموکراسی میخوای؟ تو چرا فکر میکنی در یک کشور رانتیری که با فروش منابع طبیعی که در انحصار دولت هست، کسی از یک حزب سیاسی در ساختار قدرت قرار میگیره، این قدرت رو پس میده و به تو میده و احیانا این باعث میشه که تو وضع اقتصادیت خوب باشه. شما جلو چشمتون کشور عراق هست، عراقی که آمریکا آزادش کرده و آخرین ورژن دموکراسی رو برده اونجا پیاده کرده. عراق فدرالی با بیش از 600 حزب سیاسی. شما 4 نفر دور خودت جمع کن، میتونی تو عراق بری یه حزب درست کنی، یه بودجه از دولت عراق برای تبلیغ بگیری. چطوری مردم عراق از فساد، فقر، نبود خدمات دارن گله گله این کشور رو ترک میکنن؟ کشوری که 5 میلیون بشکه داره نفت میفروشه. احیانا شما این توهم از کجا سراغتون اومده که دموکراسی وضع اقتصادیتون رو خوب میکنه؟ با کدام برنامه اقتصادی؟ خب اینجا داری میبینی یه کلیتی در ذهن این مردمه. گرسنه است، ناراضیه، کتک خورده، بهش تجاوز شده. هی هم شنیده میگن آزادی بیان، حقوق بشر، دموکراسی، سکولاریسم. حالا یه عده وقتی این مردم همه ناراضیند، کانون اولیه تظاهرات رو درست میکنن. 100 نفر 200 نفر میگن مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای. آدمی هم که دارن رد میشن میبینن چه فضا خوبیه، همه جوگیر میشن وارد این فضا میشن، چون بدشون میاد، سختشونه، گشنن، بیکارن. بعد میگن که دموکراسی دموکراسی دموکراسی. یعنی نمیدونم این دموکراسی چیه، فقط میدونه شنیده اینو. حالا با طرف از خودش سوال بکنه این چیزایی رو که من دارم میگم مال خودمه؟ خودم به اینا فکر کردم؟ بعد من کجای این دموکراسی ام؟ من خود قدرتم؟ من چه چیزمو بردن؟ حقوقمو بردن؟ پولمو بردن؟ یا قدرتمو بردن؟
حالا من به خاطر اینکه قدرتمو ندم باید چی کار بکنم؟ چی بدونم؟ ما هیچ کدوم از سوالا رو از خودمون نمی‌کنیم. و فکر میکنیم که احیانا همه چیز میدانیم، چون هر چیزی که ما، هر رسانه‌ای رو که باز میکنیم، هر تلویزیونی رو که نگاه میکنیم، هر روزنامه‌ای رو که میخونیم، هر تحلیلگر سیاسی رو که حرف میزنه، تمام حرفش بلدیم. فقر، تنگ دستی، اصلا پاشیدگی، کلاپس کردن، دموکراسی خوبه، جهان آزاد خوبه. جهان آزاد منظورشون غربه. بعد احیانا من نمیدونم این همه نقد بر کاپیتالیسم و نقد بر نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار و نقد بر و چه میدونم ساختارهای این جامعه و حکومت‌ها که از طرف مردمان خودشون در اینجا میشه، ایراد کار از کجاست؟ جامعه‌ای که منجر میشه به انتخاب ترامپ، منجر میشه به برگزیت، منجر میشه به شکلگیری نهادهای بنیادی و تندرو. خب شما دارید میبینید نارضایتی مردم میتونه عاملی باشه که اینها رو در یک ایونت مشارکت داد، ازشون استفاده کرد، کشته گرفت و پس فرستاد. اولین گام مبارزه اینه نذاری این آدمه بره با گول این بازی ها رو بخوره، نذاری این آدم توهم بزنه و فکر کنه که به صرف اینکه یه تنهایی رفته توی خیابون و در یک نمایش شرکت کرده انقلاب کرده. نه اینکه فکر کنه که دموکراسی یک کلمه جادویی است، وقتی میگه دموکراسی همه دنیا زیبا میشه. این مرگ مسیح. نباید بزنیم توهم رو بزن. تویی که مردمی و خود مردمی، تو نباید این کار رو بذاری انجام بشه، تو باید به این حمله بکنی. اینجاست که اون گفته ای که میگه من به نظر شما احترام میذارم گفته غلط حاکمیتی است. من به نظر هیچ کسی احترام نمیذارم. ما یا با ادله با هم صحبت میکنیم، با منطق با هم صحبت میکنیم، یا داریم لاتایلات و چرت و پرت میگیم. من شخصیت انسانی هر انسانی را قابل احترام میدانم، اما به باورهای هیچ انسانی وقعی نمینهم. تمام باورهاشونم که صرفاً باور یک چیز واقعی و حقیقی نیست محترم نمیشمارم. باورش، من وقتی به باورش حمله میکنم به خودش حمله نمیکنم، به ایده هاش دارم حمله میکنم که داره یک آگاهی جمعی میسازه که مبنای رفتار جمعی میشه. من به این حمله میکنم. من نمیذارم یک نفر که من باشم اجازه نمیده ناخود حوزه آگاهی مردم رو فاسد بنیانگذاری بکنم. من نمیذارم. پس اولین قدم مبارزه اینه که نذاری که اینها از ضعف‌های ما استفاده بکنن، از ما کشته بگیرند، از ما تاییدیه بگیرند که برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن. برای این کار هر آنچه رو که مد میشه و باب میشه و دارن هدایت میکنه بایستی زد تا طرف مجبور بشه فکر کنه. به راحتی میشه یک مقاله رو جعل کرد، در یک روزنامه چاپ کرد و این رو مبنای یک انقلاب عظیم مردمی قلمداد کرد و جمعیت‌هایی رو در شهرهای مختلفی به خیابان آورد و کسی هم احیانا نمیفهمه که اومدن یک عده مردم تو خیابان و دادن یک سری شعارهای بی ضمانت اجرایی، بی قدرت، احیانا چگونه کانون آشوب و نابودی مملکت میشه. تصور بکنید من محمد رضا پهلوی هستم، 400,000 نفر نیروی مسلح دارم و دستگاه‌های امنیتی که از من فرمان میبرند، جیره‌خواران منند. مثلا مردم تهران 5 میلیونشن بیاد تو خیابون، چه غلطی میکنه؟ اگر مردمی نیاید و کاخ نیاوران را بر سر من خراب نکند، من رو نگیره و اعدام بکنه، چه غلطی میتونه بکنه؟ تا فردا صحبت کنه، فوش بده، حرف بزنه، بگه مرگ بر پیمان،
نابود باد پیمان، نابود میشم. اگر این شعارها منجر به این نشه شما از مؤسساتی که بازوان کاری منه و داره شماها رو کنترل میکنه و شما هم معیشتتون به اینها وابسته است عبور نکنه، چگونه من از بین میرم؟ چطوری شما میتونید این کار رو بکنید؟ چرا ما توهم زدیم فکر میکنیم بریم تو خیابون فوش بدیم، شعار بدیم، اتفاقی میفته؟ اگر ما این تصمیم را نگرفته باشیم که با یک جمع خیابانی درست میکنیم، پاستور رو نابود میکنیم، خمینی و عناصرش رو خامنه‌ای و عناصرش رو میگیریم همونجا اعدام میکنیم. اگر ما به اینجا رسیدیم این انقلابه. اگه ما رفتیم تو خیابون عقده گشایی کردیم، خواستیم 2 تا شعار بدیم حالمون خوب شه، ما ابزار دست دیگرانیم و دیگرانی دارن ما رو بازی میدن. اگر ما اوج انقلابیگریمون تبدیل شد به اینکه یه سطل زباله آتیش بزنیم و مغازه های مردم را آتیش بزنیم و احیانا کل دادگستری تهران و نهادهای امنیتی و نظامی رو در تهران نابود نکنیم و به طرف صدا و سیما و فتح صدا و سیما و گرفتن پاستور حرکت نکنیم، آیا واقعا ما قیام کردیم یا ما ملیجک های دست حاکمیتیم؟ الان حاکمیت در شبکه‌های مختلف داره میگه که مردم ناراضی هن. آره مردم گرسنه‌شونه. این اون شرایط 56 که دارن درست میکنن. مردم گرسنه‌شونه، مردم کتک خوردن، مردم نون ندارن. آدمی که عادت کرده به گرسنگی میره در خیابان چادر میزنه و هیچ غروری نداره، احیانا چطوری قیام میکنه کسی که غرور نداره؟ کسی که اندازش کوچیک میشه، کسی که شکوهی در خودش داره قار و قور میکنه، آش نظری و گدایی و تو چادر خوابیدن عادتشه. اینی که عادت کرده به این اندازه و حد، گلیمش در این حده، برای چی باید قیام بکنه؟ چرا قیام میکنه؟ بله این آدم میتونه وقتی 100 تا سپاهی هسته های یک تظاهرات رو تشکیل میدن ناگهان به لبش برسه و بره فریاد بزنه، اما پشت این هیچ تداومی نیست. پشت این انسان باور ندارد که او سرور است، صاحب این خاک است و آنچه که از او قبضه شده و رفته قدرته، باید این قدرت رو پس بگیره، نه قابلمه آش، نه 2 میلیون تومان پول. به همین خاطر شما روندی رو که الان دارید میبینید همونه. نهادهای جمهوری اسلامی کلاپس کردن، دلار گرونه، مردم گرسنن. خب اینا همش میتونه عامل بسیج مردم باشه. میشه در یک گذار به نام دموکراسی 100,000 نفر، 2 میلیون نفر از این مردم رو در شهرهای مختلف به خیابان کشید، 3-4 هزار نفر از اینها هم بکشیم، جمعیت زیاده. بعد اینا و خانواده هاشون که کشته شدن انقلابی میشن و آدمای خوبی میشن و میشن راندخاران دولت جدید، خانواده شهدای دولت جدید. درسته؟ در مبارزه سیاسی بایستی علت رو زد، نه معلول رو. احزاب منتسب به کرد میرفتن، این کردهای قومی اسنیکی که پاسدار میشدن، بی سوادهای دهاتی یا بدبختهایی که بالاخره یه حقوقی چیزی میخواستن، میرفتن اینا رو میکشتن. خب پاسدار کرد قومی اسنیکی معلوله، علت نیست. علت جمهوری اسلامیه و علت سپاه پاسداران ناموجود قانونی و نامشروعه. چرا میری یه پاسدار کرد بی سواد بدبخت رو میکشی؟ چرا نمیری بررسی بکنی اصل وجودی سپاه پاسداران رو که اصلا موجودیت قانونی نداره؟ چرا اینو مطرح نمیکنی؟ چطوری این برنامه‌هایی که من میذارم و من میتونم انجام بدم؟ شماها با میدیاهای 24 ساعته‌ای که داشتید فقط ترانه‌های محلی پخش میکردید و نمایش درست کردن دوغ و ایونت و
پخت نان و اینها داشتید. چطوری شما خبرهاتون از خبرگزاری های ایران میگرفتید؟ نه، میتونستید مطلبی محتوایی بسازید. الان هم هماهنگید عین اون جریانات سیاسی که با خمینی هماهنگشون کردن. گفتن بیایید با خمینی را بیفتید، به خمینی بگید امام، تا بگن مردم یعنی اینا. سازمان ها و دسته هایی که بعد از 22 بهمن اکثرا درست شدن. حالا ما این روند رو تعقیب میکنیم. من بیشتر میخواستم در این دیبیت شما را متوجه بکنم که یک گذار به جمهوری اسلامی و پارادایم شیفت رو میشه چگونه هدایت کرد. میشه چگونه مردمانی رو که متنفر کردی اما هیچ قدرتی و هیچ تخیلی و هیچ تفکری پس پشت ذهنشون نیست که گذار بکنن از شرایط موجود، میشه در لحظه دچار احساسات کرد و به جمع پیوست داد و ازش کشته گرفت و این نمایش رو 1-2 ماهی ادامه داد و گفت که انقلاب اتفاق افتاده. طرفم نمیدونه چه اتفاقی افتاده، اما از اونجایی که این بهای سنگینی داده، توان تحلیلم نداره، خب پروی در مقابلت میسته و همه به همدیگه میگن انقلاب کردیم. ما نمیذاریم همچین اتفاقی بیفته. برای ایده های هیچ کسی هم احترام قائل نیستیم. به محک پرسش میذاریم ایده هاش رو. طرف میگه که جمهوری اسلامی داره کلاپس میکنه، نابود میشه، ما از سوال میکنیم تو چه کار کردی که نابود بشه؟ تو برای نابودی جمهوری اسلامی چه کار کردی؟ گرسنه ای؟ آخه من با خیلی صحبت میکنم، میگن که میدونید اوضاع خیلی خرابه. میگم خب جمهوری اسلامی خیلی حالش بده. چرا؟ والا دلار شده 30,000 تومان، مردم نون ندارن بخورن. خب تو حالت بده یا جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی 84 میلیون آدم رو در کنترل و مطیع بودگی مطلق قرار داده. تو گرسنت میشه، به جمهوری اسلامی چه ربطی داره؟ تو شب نمیتونی بری بغل بچه ها در یک کانون گرم بشینی و زندگی راحتی داشته باشی، برای اون چه ضرری داری؟ احیانا الان شما اسلحت رو بر میداری، گرسنت که میشه با اسلحت میری حمله میکنی به مراکز حاکمیتی، جمع میشید بچه های محلتون همه با هم میرید به طرف خیابون پاستور، میگی که من بچه هم گرسنن علی خامنه ای تو بایستی بمیری. اینو میگی یا میشینی کاسه گدایی میشی جلوت میندازی تقاضای کمک میکنی؟ من دارم در این شبکه‌های اجتماعی میبینم کسانی که میان بریتانیا، طرف تو هاستل میره پست میذاره تو اینستاگرام، میگه که اگه لپتاپ اضافی تو خونتون دارید برامون بیارید، بچه‌مون هوس فلان خوراک کردن لطفا برامون بیارید. طرف انقدر گدایی تو درونش نهادینه شده، در بریتانیا هم اومده میلیون ها تومان خرج کرده، اینجا داره گدایی دیجیتال میکنه. احیانا خجالت هم نمیکشه. ما یه مردمی که اینطوری شدیم توان انقلاب داریم؟ به خودمون دروغ نگیم، تبدیل به عامل مجتبی خامنه‌ای نشیم. سست عنصری و بیکاری خودمان، ما خودمون رو در مسیر رسانه ها قرار میدیم تا ازمون یک توتی سخنگوی رسانه‌ای بسازن که در نرم‌های حاکمیت رو تبلیغ میکنه. احیانا دموکراسی کشف هیچ کدوم از شماها نیست. هیچ فضیلتی در این نیست که تو در این عصر به دنیا آمدی و نرم‌های دنیای امروز داره به تو میگه که حقوق بشری هم هست و حالا تو طرفدار حقوق بشری. این توهمات همون اتفاقاتی که 57 هم افتاد. همون مردمی که بعد گفتن آبی دریا قدغن، رقص 2 ماهی قدغن، دریا کنار قدغن. قرار نشد اینطوری بشه که. والا من خمینی رو تو ماه ندیدم، دروغ میگفتم، بی بی سی دروغ میگفت، میلیون نفر نگاه کردم میبینم خمینی تو ماهه. به خاطر اینکه اون موقع هم توهم زدید. 2 روز رفتید در این نمایش‌های خیابانی شرکت کردی، گفتید انقلاب کردم. بعد سوریه بشار اسد بهت نشون داد که انقلاب اینقدر آسان هم نیست بکنی. بایستی بشار اسد رو بگیری و اعدام کنی، ارتشش رو نابود کنی، مثل انقلابی که با قذافی کردن. ولی اونی که در مصر اتفاق افتاد نمایش بود، یه نمایش بود.
همون ارتشی که مردم رو در میدان التحریر سرکوب نکرد، که گفت الشعب یرید اسقاط النظام و مرسی اومد سر کار، همون ارتش اومد کودتا کرد، یک نفر از مردم مصر هم جرأت نکرد بیاد تو خیابون. پس چطور در میدان تحریر این ارتش تسلیم شد؟ بعد چه شد در زمان حکومت مردمی مرسی ارتش اومد کودتا کرد، یک نفر از این مردم انقلابی در خیابان حضور پیدا نکرد که احیانا ارتش مصر رو اچمز کنه؟ اینا میگن لاطائلات عوام فریبانه پروپاگاندایی. ملتی که خودش بر علیه خودش توطئه میکنه، ملتی که خودش کلاه سر خودش میذاره. پس ما وقتی مبارزه میکنیم با چه چیز برخورد میکنیم؟ با رفتارهای مردمی که حاکمیت برمیسازه. میخوای حاکمیت رو نابود کنی، جلو این رفتارها رو بگیر. الان جلو این انتربازی های اپوزیسیون های کلونی سپاه پاسداران رو بگیر که دارن نمایش گذار به دموکراسی رو میدن، عین نمایش گذار 57. شما میدونید این فضا رو بمباران میکنن دیگه. دموکراسی، حقوق زنان، LGBT، حقوق کودکان، دموکراسی، LGBT، حقوق زنان، زیر دست علی خامنه‌ای هم داری زندگی میکنی. سوال نمیکنی احیانا این ترم ها رو کی داره تو ذهن تو میذاره؟ برای چی این بذر رو تو ذهن تو میکاره؟ برای چی؟ به خاطر اینکه توی که تو تاکسی نشستی داره این بمبارانت میکنه با رادیو، با شبکه اجتماعی. فردا هم 4 تا نمایش خیابانی میده، میگه حقوق کودکان، حقوق زنان، روسری زنان، بعد گذار به دموکراسی. باریکلا مردم ایران، آفرین انقلاب کردید. نه انقلاب نکردن، تو هم هیچ کاری، هیچی نبودی، در قدرت هم هیچ سهمی نداری، جز رمه و توده‌ای هستی که ساختن. هر وقت هم دلشون بخواد بیانن تو خیابون مثل انتر تکونت میدن، به نام تو میگن انقلاب شد، روایت رو عوض میکنن، دوباره روز از نو، روزی از نو. بعد تو 2 نسل 3 نسل طول میکشه بگی که کلا سرم رفت، نفهمیدم، احمق بودم، نمیدونستم، و هی این سیکل باطل رو تکرار میکنی. اینجا نه اینکه ما بشینیم آهاده این مردم رو بسیج بکنیم و امکان داره بتونیم بسیج بکنیم که از پاستور رد بشن، اما میتونیم جلوی این مردم رو بگیریم که نشن آلت دست پاستور، خیابون پاستور منظورمه. میتونیم این کار رو بکنیم. ما مردم این نمیذاریم این بیاد بگه من انقلاب کردم. پسرمون، دختر خالمون تو دهنش میزنیم، میگیم تو انقلاب نکردی، تو دروغ میگی، تو هیچ اصالت ایده‌ای نداری، تو خودت نیستی، تو این حرفایی که میزنی مال خودت نیست، یادت دادن از این حرفا بزنی. انقلاب میخوای بکنی، اسلحه ورده برو تو خیابون. انقلاب میخوای بکنی، برو از پاستور رد شو. انقلاب میخوای بکنی، دادگستری رو آتش بزن. توجه میفرمایید؟ پس اصل اولینه جلو مردمی که قرار ابزار دست حاکمیت بشن رو بگیر. حاکمیت افتاده. چرا؟ چون حاکمیت تضاد بازی‌های در اون قدرتی دارد، از ابزار مردم استفاده میکنه برای حل تضادهاش. وقتی این ابزار رو ازش گرفتی، حاکمیت از هم میپاشه در درون. برای مردمی هم که هیچ اراده‌ای نداره، برای مردمی هم که هیچ وقت بسیج نمیشه. توجه میفرمایید؟ لذا اینجا آگاه کردن مردم نیست، تو دهن مردم متوهمی که داره موهمات حاکمیت رو به نام باورهای خودش مطرح میکنه بایستی زد، نه به شخصیت انسانیش، نه، داره اون فضای عمومی رو مسموم میکنه با حرفای حاکمیتی. باید این رو زد، باید علت رو بزنی و بنیادش رو بزنی. روزشماری که من برای شما خوندم داره بهتون میگه که این سپاه ناموجود قانونی و این سپاه نامشروع انقلابی یک اختاپوس بیگانه است که در این سرزمین داره چپاول میکنه و میخواد ما رو هدایت بکنه برای پارادایم شیفتی دیگه که یادمون بره. و ما نخواهیم گذاشت در دیبیت های بعدی به نکات بیشتری از گذار به جمهوری اسلامی
صحبت میکنیم. شبتون بخیر.